در فرهنگ ما چهره‌های روی میدان ادبیات آمدند که نه تنها با آثار گرانبهای خود جاودانگی را کسب کردند، بلکه همچون شخصیت در تاریخ خلق ما موقع استوار دارند و خدمت محوری را نزد این ملت و این مردم انجام دادند. یعنی اینها چهره‌های می باشند که تا امروز در دلخواه بحث و گفتگوزار تاریخی با آثار و افکار ماندگار خود پشتیبانی از این ملت، از این تاریخ و فرهنگ می کنند. اگر با تاریخ ادبیات نظر افکنیم می بینیم که این ملت چه از جهت مقدار ایجادکاران چه از جهت آثار آفریده شده قریب قیاس ناپذیر است. مثلا تا به امروز 30,000 شاعران آشکار شده است و شاید همین مقدار دیگر زیادتر حتی باشد که ما ندانیم و در آینده شاید پیدا شود. انا اکنون می‌گوییم سر این مسئله که سرحلقه این ایجادکاران، قافله سالار این ایجادکاران استاد ابا عبدالله جعفر بن محمد رودکی است. ابا عبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک نیست، از زمره همین نفران است که تا هنوز با همین رسالت پیش ملت ما خدمت میکند. این چهره تابان ادبیات ما هنوز در عصر 10 توانسته است همچون یک شخصیت اندیشه ملی داشته ظهور نماید و کاری را انجام بدهد که 100 ساله ها نه تنها نام او را زنده نگاه دارد، بلکه دلیل بی بحثی باشد میان این همه منفعت جویی و حق طلبی های بیگانگان. مثلا وقتی که در آغاز عصر 20 مسئله با وجود آوردن دولت‌های ملی پیش آمد و در همونجا که از مسائل اساسی موجودیت خلق تاجیک در منطقه آسیای مرکزی بود و اولین اقداماتی که روشنفکران همون زمان از جمله برخی از راهبران جمهوری نو تأسیس تاجیکستان شوروی در آن زمان کردند توجه به چنین شخصیت‌ها بود به مثل عبدالله رودکی و استاد عینی وقتی که با هدف معین نمونه ادبیات تاجیک را تالیف کردند و این دفتر با نام ابا عبدالله رودکی شروع شد و همینطور تا پیرو سلیمانی شخصیت‌های مشهور را در بر گرفت. مهمترین جهت سبک خراسانی از آن عبارت است که توجه به آثار نیایی. مثلا این در استاد رودکی هم بینید بیشتر کلمه های مثلا تاریخاً محدود شده و مثلا ارخیستی و استاد رودکی کار میگیرد به خاطر آن که این اکنون محمد جعفر محجوب اینو میگوید که در مقاومت با وی عرب است میگوید که مثلا فرهنگ ملی را به نمایش میگذارد که ما نیز مثلا انایی نیستیم، ما نیز بسیار کهن تاریخ و کهن فرهنگ هستیم. در مقابل این میگوید بنابراین توجه به آثار نیایی در عصر 10 بیشتر است. این یک مسئله. دیگر اینکه مسئله های مثلا آثار حماسی در عصر 10 از سبب آنکه حکومت نخستین حکومت ملی ما در عصر 10 هست، انکه شما تصور کنید که حکومت ملی غمخواری حکومت ملی همچنان که امروز ظاهر شده ایستاده است ما شاهد هستیم و میبینیم حکومت ملی در عصر 10 نیز همین گونه غمخواری ها ظاهر کرده است. شما ببینید 4 تن عالمان انسیکلوپدیست در عصر 10 ظهور کردند که مثلشون تا عصر 10 و بعد از عصر 10 تا انقلاب اکتبر نیست. این غمخواری حکومت ملی و شرایط مهیا کردن حکومت ملی است. از طرف دیگر حمایه ارزش های ملی است که این توسط مثلا این احیای مثلا فرهنگ ملی و پایدار داشتن مثلا فرهنگ ملی و مخصوصا زبان ملی. جنبه ها و پهلوهای آثار و افکار ابا عبدالله رودکی گوناگون است، اما رسالتش یکی است. از این رو در طول تاریخ هنوز از سوی همعصرانش و تا به امروز خیلی زیاد مورد تحقیق قرار گرفته شده است. این معنای آن را دارد که این شخصیت آثار ارزشمند و دارای اهمیت بزرگی را از خود به میراث گذاشته است.
یعنی او در زمان زندگی کرده است که مبارزه های شدید حزبی و دینی و حرکت های گوناگون صورت گرفتند و البته از ادبیات و فرهنگ حمایت کردن در این راستا بعد 200 سال سکوت و رکوع بنا به اصطلاح عرب ها سهل و ساده نبود. یعنی چهره های فرهنگی در این میان پیدا شدند که با تلاش و حرکت های خود حمایت از منفعت های ملی می کردند. قبل از همه دفاع از زبان تاجیکی. در مورد خاستگاه زبان بحثا هست و اکثر خاستگاه زبان را منطقه ماورالنهر می دانند و شما توجه کنید همین شعر رودکی را، دیوان رودکی را که مثلا تا به امروز به دست ما رسیده است، وقتی که مطالعه میکنید یک خواننده تاجیک که زبان ادبی تاجیکی، زبان شعری تاجیکی از خود کرده است تا درجه بدون مشکلی شعر استاد رودکی را میفهمد. منظورم ماهیتش، معنیش میفهمد. البته برای آگاهی از کارکردهای هنری که در سخن استاد رودکی است، باز علاوه بر آن آگاهی از تاریخ زبان، آگاهی از شیوه های هنری کلام، بنیاد شاعرانگی کلام نیز مهم است که به درجه ذوق و آگاهی و این چیزا دخل دارد. ولی همین اگر ما امروز گوییم یک اصطلاح گوییم که زبان ادبی تاجیکی استفاده بریم و روی آریم به شعر عهد زبان استاد رودکی یا نثری که از اونجا شروع شده بعدتر انکشاف یافت، ما کمتر به مشکلات مواجه میشیم در معرفت سخنی اون دوره نه از نگاه زبانی. زهی فزود جمالی تو زیب و آرا را، شکست سنبولی زلفی تو مشکی سارا را. قسم بران دل آهن خورم که از سختی هزار تر نهاده است سنگی خارا را. من از تو هیچ مروت طمع نمی دارم، که کس ندید ز سنگدلان مدارا را. یعنی ابا عبدالله رودکی در حفظ و حمایت از زبان تاجیکی با اشعار نو و ریخته های ناتکرار خود سهم ارزنده گذاشته است. پایه‌گذاری به شعر بلند، معنی آفری و تازگی ها او را همچون یک چهره تابانتر میان دیگران در میدان ادبیات پدید آورد. گپ در سر این که رودکی در تاریخ ادبیات پیش از همه 4 رسالت صرف تاریخی را به جا آورده است که به ادیب دیگر این رسالت ها میسر نگردیده است. اول اینکه استاد رودکی چون یکی از شخصیت های سیماهای ایجادی هست که تعداد زیادی آثار آفریده است که سرچشمه ها تا 1,300,000 بیت به اون منسوب دانستند. این گواهی آن است که او به معنی تامش بنیادگذار زبان ادبی تاجیک در مرحله نوی تاریخی، مرحله کلاسیکی رشد است. محققان اشعار رودکی ویژگی‌های شعر او را به چند منبع و پهلوها نسبت می‌دهند که در مجموع باعث به ماندگاری او گشتند. میان شاعران با عنوان‌های افتخاری زیاد نام برآوردن و کسب شاعری کردن خودگواه آن است که آثار این شخصیت ادبی و فرهنگی نه تنها اهمیت دور و زمانی بلکه تاریخی داشته برای 100 ساله‌ها مورد آموزش و تحقیق قرار گرفته است. اخبار سرچشمه های ادبی و تاریخی که مثلا یکی از اولین مثلا تذکره ها لباب الالباب است و لباب الالباب رودکی را پدیده نادر فلکی میگوید. پدیده نادر فلکی میگوید و تعداد آثار او را 100 دفتر میگوید. 100 مادامی که او را پدیده نادر فلکی میگوید معلوم میشد که استعداد او در این سطح استعداد میان ایجادکاران هیچ کس نبوده است. بنابراین او را پدیده نادر فلکی نام برده است مؤلف لباب الالباب. از طرف دیگر معلومات خیلی معتمد دیگر در داوری های شاعرانه ما دچار میکنیم. مثلا وی میگوید که شهید بلخی میگوید که
به سخن ماند شعر شعرا، رودکی را سخنش تلو نباست. ببینید در اینجا سخن شاعران، سخن ایجادکاران را مثلا سخن مقرری میگوید، ولی سخن رودکی رو رجحان میدهد، ترجیح میدهد که قیاس ناپذیر است. انا چنین معلومات ها مثلا در داوری های شاعرانه، یا مثلا وی میگوید که نظامی عروضی میگوید کان کس که شعر داند که در جهان صاحب قران شاعری استاد رودکی است. اکنون اینجا یک مسئله دیگر با وجود میاد که عنوانهای افتخاری رودکی بیشتر در داوری های شاعرانه تاکید شده است. عالمان به خلاصه اومدند که استاد رودکی 52 عنوان افتخاری داشته است که در تاریخ ادبیات میان 30,000 ادیبانی که ما میدانیم تا به امروز کسی تا این مقدار عنوانهای افتخاری را سزاوار نگردیده است. این از شهرتی بی‌قیاس استاد رودکی در تاریخ ادبیات بشارت می‌دهد. خود جنبه‌های زبانی شعر رودکی تا امروز آموختنی است. به سبب نیست که اشعار رودکی تا امروز دلیل بی‌بس برای بود و باش و بزرگی و اهمیت زبانی تاجیکی است. گذشته از این آثار نه تنها خصوصیت‌های ادبی و فرهنگی بلکه تاریخی ملت ما را افاده‌گر است. برای اونه که ما همین اصالت زبانی تاجیکی را حفظ کرده توانیم، باید از تاریخ گذشته آن آگاه باشیم، خواه از نگاه صرفی و نحوی، خواه از نگاه فنتیکی. هر چی مسئله یا لغت شناسی پیش می آید باید ما از عهد استاد رودکی شروع کنیم و تا امروزی که هر یک کلمه سرنوشت دارد که در طول تاریخ اون با چه سرنوشتی روبرو شد و تا زمانی ما در کدام شکل آمد و حفظ شد و ما چگونه آن را استفاده میبریم. بنابر همین شعر رودکی، شعر معاصران رودکی و مخصوصا در زبان معیار، زبان نثری که از همون دوره عهد استاد رودکی شروع شد تا به امروز، این آموختن و کارکرد تحقیقی و استفادهش در عمله بسیار مهم است. اشاره های شرحالی خود استاد رودکی که به واسطه ارزش بلند، ارزش والای علمی دارند. مثلا در یگان سرچشمه قید نشده است که استاد رودکی کی به دربار رفته است. وقتی که ما آثار رودکی هم بخوانیم میبینیم که در اونجا چنین گفته است که کی را بزرگی و نعمت ز این و آن بودی و را بزرگی و نعمت ز آل سامان بود. از اینجا به خلاصه اومدن ممکن است که استاد رودکی اگر در دوره نصر دو بین احمد سامانی به دربار می رفت، اشاره با وی می شد و خلاص. از سبب این که اشاره به سلاله است، پس معلوم بشد که روابط رودکی به دربار پیشتر اتفاق افتاده بوده است. انا همین گونه یا مثلا در خصوص احوال خانوادگی استاد رودکی در قصیده شکایت از پیری ما میخوانیم که ایال نه، معونت نه، و از این همه دلم آسوده بود و آسان بود. ببینید اینجا معلوم میشد که در خصوص وی خانوادگیش معلومات حاصل کردن ممکنه. شعر رودکی در زمان خود شعری تازه بود. همین است که رودکی با یک سبک نو و ایجاد تازه به میدان ادبیات وارد شد. این سبک با نام سبک خراسانی در ادبیات ما معمول بوده ادبیات کلاسیکی تاجیک را اساس گذار است. در برابر زبان ادبیات سبک معین ضرور است. بنابراین استاد رودکی بنیادگذار سبک نو در تاریخ ادبیات، یک سبک با نام سبک خراسانی که بنیادگذار این سبک نیز استاد رودکی است. یک مکتب ادبی هنری که مرکز آن شهر بخارا است و این مکتب با نام مکتب بخارای رودکی در سرچشمه ها یاد شده است. انا همین 4 رسالت صرف تاریخی است که استاد رودکی در تاریخ ادبیات به جا آورده است. این است که تا سال 1965 درباره استاد رودکی 1230 اثر و مقاله دسترس گردیده است، روی کار آمده است. شعر رودکی این چنین از نگاه زبانی از آن جهت مهم است که در قالب عروض گنجیدن لفظ پارسی در تاجیکی
از زمان استاد رودکی شروع شد و ابتکاراتی که استاد رودکی در مورد در قالب میزان عروضی به هم آوردن لفظ پارسی انجام دادن تا امروز ادامه دارد، پیگیری می شود. خصوصا زبان تاجیکی، زبان پارسی در این زبان بسیار روان است، شیوا است، از نگاه هم فصیح است هم بلیغ است و کلماتی در این زبان هست که از نگاه تلفظ دشوار نیستند و آنها از شخصی که طبع خوب دارد و آگاهی خوب دارد، از طریق این زبان و مطالعه زیاد دارد، میتواند با آسانی بدون مشکلی در قالب کلمه‌های فصیح و روان اندیشه خودش را امروز نیز بیان کند. اما شرط مهم آموختن تاریخ این زبان که در گذشته تا امروز چگونه بود. بخندد لاله در صحرا بسانی چهره لیلا، بگیرید ابر برگردون بسانی دیده مجنون، ز آبی جوی هر ساعت همه بوی گلاب آید، در او شست است پنداری نگاری من رخی گلگون. ببینید شعر امروز ما میگیم شعر رودکی هنوز در عصر 11 عنصری بلخی غزل رودکی وار نیکو بود، غزل های من رودکی وار نیست، اگرچه بکوشم به باریک وهم در این پرده اندر مرا بار نیست. این مسئله خودش حل شد که مثلا غزل در سطح رودکی غزل گفتن به کسی میسر نگردیده است. حتی شبلی نعمانی یک شعر رودکی را آورده، میگوید تمام آثار حافظ در اطراف این شعر دور میزند. ازید ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد نپذیرد نماز. انا همین وی آورده میگوید که تمام آثار حافظ در اطراف این شعر رودکی چرخ میزند. آثار رودکی تا امروز اهمیت جامعوی دارد. همین است که حکومت جمهوری تاجیکستان روز را با نام روز رودکی برابر به 22 سپتامبر هر سال معین نموده است. تجلیل روز رودکی برای خویشتن شناسی، هویت ملی، احترام به تاریخ و ادبیات، زبان مادری و دیگر ارزش‌های ملی اهمیت بسا مهم داشته، همزمان نسل جوان کشور نیز می‌توانند در زمینه پایه‌های مقدسات ملت و دولت برای فردای ادبیات و فرهنگ هم مسئول باشند و هم ارزش‌گذار. تجلیل روز رودکی این یک نوع رمزی است. گذشته از این رودکی همیشه در ادبیات و فرهنگ و زبان و عموما در مناسبات هر روزه که مردم زیایی با قلم سر و کار میگیرند، همیشه رودکی پیش نظر است، شعر رودکی پیش نظر است. اگر شعر رودکی را با همون مقدار اندکی که بازمانده است، هم جانبه، هم از نگاه مختصات هنری، هم از نگاه مختصات موضوعی و دیگر جنبه ها مورد مطالعه و پژوهش قرار دهیم، ما شاهد خصوصیت های ویژه می شویم که هم از نگاه طرح موضوع و هم از نگاه هنری ادبی ابتکاراتی که از استاد رودکی سر زده است همیشه سرمنشأ بوده است که دیگران با آن پیروی کردند. بوی جوی مولیان آید همه، یاد یار مهربان آید همه، رگ آما و درشتی های او زیر پایم پرنیان آید همه.